ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنند باز. با تمام شما سلامتی تمنا دارم. تمنیات من این است و بس. خدا میداند دیگر پگاه چی می شود. موضوع مهاجرت است. قسم 1. پس یک لحظه توجه. در کوچه پسرک جنگ میکند با بچه های همسایه. بعد پدر دیگرش میوید، بعد دشنام میدید، خانه میدروید. اما این پسرک به دلش میگوید که حالا پدری من میآید، حالا پدری من میبیاید. کوچه میبروید. وقتی میبیند چه خیلی پدران نوازش دارند، با فرزند خود جای میروند، باز میگوید حالا پدری من میآید. همین تاریخ زیاد است. بیشتر کودکان تاجیک از مهر پدری سیر نشده. باور کنید، از مهر پدری سیر نشده. من میفهمم زندگی میگوید مجبور میکند این آن، اما این سبب نیست. این سبب نمیشود که شما از فرزند و عائله خود دور بشوید. بیچاره زنها در بعضن ملامت خوش‌دامن‌ها گرفتار هستند. بسیار دلم میسوزد برای آنها. حقیقت است وقتی که مهاجرت میرویم بیشترمان پروای دیگر خانه نداریم. یک لحظه کیف و صفا را میبینیم. آبی گرم، خانه گرم. دیگر بچه و زن و وطن را فراموش میکنیم. یک چیز میگویم خفه نشوید. وقتی وارد اینترنت میشوید میگن کلینی فلانی رو قپیدن، انا باز یک کلینی خانه رو قپیدن، انا باز این آن. بیشتر مردم رو میدونیم وقتی که میروند 1 سال و 2 سال و 3 سال نمیآیند. او زنی بیچاره هم نفس دارد، چون ما رفته خودمان رو با هر راه خنک میکنیم، با نتعشق و معشوق دیگرش. اما نفس دنیای بسیار نازک است. قصه پرنده را ما چندین بار یاد می‌آوردیم که بعد می‌بینی که یک مدت خیجیدن. سببش همین است. پروای زن ندارید، میگیرید. زنها برای شما امانت است مردها. پگو در این دخترانی مردم جواب میگویید، از فرزندکاتان جواب میگویید. و هستند که نفرانی که زن و شوب می روند، فرزند رو پرتفته می روند. این گناه بسیار دیدیم برای بی گذاشته می روند. اما باور کنید آن مهری که پدر و مادر دارد، آن نگاه بینی که پدر و مادر می کند، دیگر هیچ کس آنها را بی پروا می شوند، بی اعتبار می شوند، بی سواد می شوند. نه از درس نمی خواند. کسی نیست که از او خبر گیرد و دیگر کند. همونجا می روید پول می فرستانیم که میگویند هستند. بعد می بینید که بچه ها با هر گروه ها پیوست شدند و دست به هر کارها می زنند. پول جای مهر را گرفته نمی توانند. بارها می گویم، من می فهمم شما می گویید که ای تو آنجا نشسته گپ زدن میگیری، تو از کجا میدونی عذابی غریبی و من میفهمم. اما چون باز میگیم این مانع نمیشود، این معما نمیشود که شما از این سبب از پس چرتنگه از مهر پدری و از مهر والدینی و با این خاطر دلم برای همش می سوزد. فرزند جدا،
همسر جدا، چون گفتیم عذابی که بدن از دستی خوشتامنها میکشند با یک لحظه شوهرش باشد و آغوشش گیرد و گوید که عزیزم جانم زندگی همین است، مادرم میشود چیکار کنم، طاقت کن. گوید با یک قوه است اما کسی نیست، از این طرف ملامت، از این طرف دیگر. و چندین مادر را میدانیم دو چشم در تیریز است به امیدی که بچه هم می آید. هستند چند قدر زیاد هستند مادران انتظار فرزنداشان که می آیند. هر یک چیز قاعده دارد، اگر که قاعدهش رو اجرا نکنیم بعد به نقصان ها می آید. به این خاطر زود بیایید خبر گیرید، فراموش نکنید هر معامله که کردید همان را انتظار شوید. سخن خیلی زیاد بود، راستی وقتی که روبروی نوار کامیرا می نشینم بعد دیگر از سرم دور می شوم. چی گفتنی بودم؟ با این خاطر نقطه بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. اگر انسان بفهمد نقطه برو بس است، اگر انسان نفهمد برای نابینا شمع چراغ روشنی لازم نیست. با این خاطر این قسم یک بود، اما در آینده در برنامه های دیگر محض برای مهاجرت یک برنامه مکمل آماده میکنیم و مقصد ما یک است که بی پروا نباشید، کمی هم باشد گفتهای ما رو فکر کنید، احتیاط کنید خودتان را. دیگر چی میگم؟ خداحافظ تا برنامه های دیگر. ای عزیزان، تا به کی ما ترک کشور میکنیم؟ تا به کی از بحر پول ترک مادر میکنیم؟ این همه شهر عروس آباد شد از دست ما، حال و احوال وطن را کی نکوتر میکنیم؟ دختر و آموزگار استای گل دست تا به کی، مرد کاری زیر دستی هر سگ و خر میکنیم؟ جان پدر جان، جواب بر سؤال من بده، تا به کی از سوزش دل دیده را تر میکنیم؟